به نام خدا. سلام عرض می‌کنم. مرجان کاووسی هستم، مدرس طراحی لباس. دوستان عزیزم، برای رسم دامن فون به الگوی ساده و خام دامن اساس یا همون دامن تنگ یا دامن راسته نیاز داریم. همونطور که می‌بینید در مرحله اول ما الگوها رو در واقع به این صورت پنل پیش و پنل پشت رو در میاریم و برای مراحل بعدی هم آموزش در خدمتتون هستم. فعلا تا اینجا به یاد داشته باشید که باید از الگوی اصلیتون کپی بردارید که برای رسم دامن فون بهش نیاز دارید. به نام خدا. در ادامه آموزش در مرحله دوم دوستان قد پنس پیش و این پنس دوم پشت رو به یک اندازه با هم برابر میکنید. یعنی قد پنس اول پشت 14 سانته، پنس دوم و پنس پیش رو هم همین مقدار، یعنی این 14 سانت، این دو تا پنس رو شما قدش رو با هم یکی میکنید، ارتفاعش رو با هم برابر میکنید، هر دو میشن 14 سانت. این خطوط رو نگاه بکنید، اینا علامت هست، یعنی من پنسمو باید تا این نقطه بیارم. و مرحله بعد اینه که از انتهای این پنس یک خط صافی در عمود الگو رسم کنیم، یعنی یک خط صاف از انتهای ساسون رسم کنیم تا لبه دامن. اینجا هم یک خطی در انتهای ساسون، از انتهای ساسون تا لبه الگوی دامنمون میکشیم، یعنی تا این مرحله داشته باشید تا مرحله بعد. دوستان عزیز ببینید این پنس هایی که صورتی شدن، این فضاهایی که صورتی شدن قدشون بلندتر شده و از همینجا از پایان انتهای این پنس ها خطی تا پایین الگوی دامن رسم میکنم که بعداً قراره این پنس ها بسته بشه، این بسته بشه، اما این پنس اول پشت بسته نمیشه. این پنس روی لباس دوخته میشه، روی دامن دوخته میشه. هنرجویان محترم دقت کنید که پنس رو خالی کردیم، پنس رو خالی کردیم و حالا میخوام این خطوط رو بازش بکنیم، قیچی کنیم، باز کنیم تا این خط رو باز کنیم، قیچی کنیم تا پایان این ساسون، تا این نقطه. دوستان عزیزم دقت کنید، پنس رو خالی کردم، یعنی اصلا در واقع این نقطه هستش که اینجا نباید اصلا جدا بشن. ببینید من پشت پنسم رو چسب دادم، یا از رو فرق نمیکنه، چسب دادم. دوستان عزیز ببینید که ما چطور الگو رو در واقع تبدیل کردیم به دامن فون. تا جایی که خدمتتون عرض کردم، وقتی که این خط رو قیچی میکنیم و پنس دوم بسته میشه، در قسمت جلو هم پنس بسته میشه و این خطی که ما قیچی کرده بودیم رو وقتی این دوتا نقطه رو که پنس هست، فضای پنس هست و خالی کرده بودیم و به هم این دوتا رو به هم بچسبونیم، خود به خود یک فضایی اینجا باز میشه که وقتی زیرش کاغذ میذاریم یا هر چیز دیگه زیرش میذاریم نشون میده که عوضمان طبیعی ایجاد شده. یعنی وقتی شما پنس ها رو ببندی، قیچی که بکنی، خود به خود فضایی به شما میده که بهش میگیم عوضمان طبیعی. عوضمان در واقع اون فضای خالی هست که خود به خود با بستن و حرکت هایی که توی الگو انجام میدیم فضاهای خالی رو به ما میده که برای فرم دامن ما بهش احتیاج داریم. این از این قسمت. و در قسمت پشت هم ببینید پنس دوممون رو بستیم، پنس اولمون دوخته میشه رو لباس. و می‌خواستم این نکته خدمتتون بگم، ببینید من اینجا فرم در واقع پنس رو همونجوری که بهتون یاد داده بودم اینجا بریدم و وقتی دوخته بشه این فرم به این صورت اینجوری میشه. حالا شاید براتون سوال بشه این دو تا تکه اینجا چیه؟ ببینید وقتی قرار دامنمون فون بشه، اگر ما به تنهایی این کارو بکنیم یه فون کمی بهمون میده. یعنی وقتی ساسون رو ببندیم اینجا باز میشه. برای اینکه بتونیم یه فون بهتری ایجاد بکنیم، از خط پهلو تا خط باسن، از خط پهلو، خط لبه دامن تا خط باسن، یک باسن، یک کاغذی که زیرش میذاریم و به فاصله 2 الی 3 سانت از این خط میریم به سمت بیرون. 2 الی 3 سانت هم از خط پهلوی پشت میریم. یعنی در واقع این 2 الی 3 سانت ها باید در الگوی پیش و پشتمون یکی باشه که شما فکر کن الان از اینجا این دوخته میشه به این صورت، اینجا دوخته میشه و دامن اینجوری میشه، پنس پشتمون هم دوخته میشه به این صورت و وقتی دوخته میشه بسته میشه، یعنی این فرمی که الان به وجود اومده یعنی اینکه فرم کمر شخص یا فرم کمر شما هستش. این دامن الان میشه دامن فون که خیلی هم زیبا و خیلی هم شیک میشه. امیدوارم که از گفته هایی که اینجا در واقع برای این درس گفته شد استفاده کرده باشین و خدا نگهدار.